جان تیاری خیلی تیار هستی شکر زنده باشی چیگا پایه قرار غریبی گیله جو کی نویسه شما هیچ که من یکه امرو مادرم گفت اکثر روش که کمه میرم با بازار میرم برات خرید مرید خرتپت میخرم آه آه برای که با تو دو کلمه گپ دارم چی گپ داری؟ کار دارم با تو کنی مثلا بری حقیقت؟ هیچ کس نیه نه بله هیچ کی نیه مثلا جلوشو جلوش گله جو ما خونه نمیریم همین تو بچی که ما تو دو کلمه بیا این برقام هم نیه خوبه بگو گله جو راز نگهداری هستی با تو دلجمع باشم چی؟ کدو چی که داری بگو راز نگهداری هستی راز نگهدار چیه؟ یعنی گپه که با تو میگم به هیچ کسی چی نمیگی نه دلجمع نه با پی فایده تو هم گله جو هستی خیلی به پی فایده تونه گله بهش چی نگی دیگه با ما رو بالا اندازی خوبه؟ چی بگم؟ خود تو بگو خوب خب امی عباس اینو فرش خمیز که ریشه پریشه گوششتن قراری کرده بنداختن امی ته برو بوم خله که تو برو به تا کوچه بفهمیدی تو گیل جو همی زمت بکش عجب بیا برو همی فرش خودی اون قراری کرده تنگ دا به پی بیار کوی تا سر اون فرشی نیه خود سر دیوار سر عجودار یعنی مثلا میگه سر عباس اینا قراری کرده اون تنگ دازد وردار بیار به تو به خدا عدلی ندارم که کیف کنی گیله هم تایم دازم از یعنی میگه تایم دا بیار بم دست به تسلیم کنم تو پول بیار خب که هیچ پول داری تو آره تو کچی چیلاکی پول نداری من کتی هم پول ندارم در عالم بعد گردن شیر قلم میکنه آخیش با عمر خدا علمی چیزی بدیدی نه این 500 دگم آنیو دامه که فرش رو دی به من تسلیم دیدی 500 دگم تو میدم یا از من لو که بکشی این پیش پرداخت پیش پرداخت ها برو دیگه گیله دیگه چند باشم به هیچ کسی چی نگی گیله وان را بلا این دیگی بخیرده عبیت کوچه چی تنگ سی دارم؟ اونی سر بگی گیرم بگی خودی خوب بکنم برو این به کار تو بشه به کار میدونی ببین تایم داشت ها؟ آقا بیاری دیگه دل جمع با تو من گفتی تایم دار کوچه شکلی که هم مرغه و کوچه نباشه که تو رو ببینه خب که با قرآن تو رو بگیرم از زبون ایلهی میندازم خب برو تو میگم نیستی؟ ها نه میام بیا بره میام که تو مثل تحقیب بگی بره چه کاری کنی یا گیلا؟ بله چه کاری کنی؟ ما گفتم البته نگاه قال کفتاریه اینا کجا میردی؟ چی به فرش میزنی؟ ها؟ گابزی گیلا گابزی این فرش مثل تاین دزی گابزی به تو میگم خدا او کی گو؟ این فرش تو مثل تاین دزی متادک گفت آی فرش مثل تاین دزی تو میگم او گفت کی گفتا؟ کیجی او گفتن خب بگفتم مالک او گفتن او گفتا؟ بیا این در سر شما بله بیا همین بسته تو اقلا کمان داری؟
یا ما تو بذار دست پاک میکنی یا برو تو بذار دست پاک. خدا من نگفت عباس. آخات بکلی گندش شو 5000 روپیه قیمت اینه. بگوش تو نقطه باید دیوار بوم که اونا خوشه. توی خودی پیت بزنی که تایفته که. کی به تو گفته بگو. کجی. کجی گفته؟ چه خاله کجی. راست خب بگو. وای نمازن اشتنه. بیارم بخیره. بگو. یا این برا خود گم کنه. یا می مدرسه شکایت میگن که ببرن بندی کنن دیگه. چرا خیریته؟ دیگه ما نمیتونم تحمل کنیم. من نگفتم او گفته. همین فرش خونه ما که 15000 10000 روپیه قیمت اینه. بوششتم باید دیوار بوم انداختم. کارم به تا کوچه لکته. بیام دی پایپ گرفتم همیشه میکنم. بیام چه کار میکنی؟ ببین چه کار میکنی؟ ما از فرش تنگ دادم. تو کی گفته؟ بابا نگفته گال میگم به تو کی گفته میگه کجی به ما گفته. خوب فرش اگه تنگ انداخت میبرد چه کار میشد؟ تا اون میدادین شما. چی خاطر فرش مثلا؟ کجی گفته بیا برای من تو 1000 روپیه میدم. انا فرش یه لتکوه. اونجا گل لتکوه نه او تاین دازد. تو چه کار کنی فرش؟ کجی به چه حاله ما؟ لکته و فرش بنده که ببریم وردارم بجونه ببریم. ها 15000 روپیه گومش میام واسه دست شما میام آدم. او گفته خودت تا پولار نمیستونی میبردم. ای به دست من داد. او کجی داده. ای گفته چه خاله بگیری میبره فرش همسایه بجونه که تو 1000 میدم. یا خیلی چه کار میشه دیگه؟ ما از تحمل نمیکنه. میگم بس دیگه. آخه ما دست تو چه کار کنه؟ با چی عقلم میکشه؟ او گفته تو 1000 میدم من آخه گفتم تو به خورده عقلتو میکشه به چی عقلتو میکشه آخه؟ ما دست تو چه کار کنم؟ گفته بالا بم ما قرآن میزنم تریش میکنم. آقا تو میکشه که بری فرش ما همسر تنگ دیگه ببری به دستی بدی. به لط تو نشدی، به نصیحت تو نشدی، به برارجو تو نشدی، به پول دادن به تو نشدی. بعد تو چیکار کنم؟ خب اگه شو میبود اگه شو میبود چه کار میکردم؟ خیر عباس ما پول میارم به سرشو نمیکردم. چی بگم من؟ حال کن می تو برو خدای پاک حالی دست دفعه از اول کنیه تو دیگه. میزنم بیا آی دفعه اول کنیه. برو اگر امی بدون تو پوره نکرد و کمر امازون میام بفهمیدی خیال میکنم تو عباس جو حال پیه میتی چیزی خود شما همسایه میشناسیم ما کار از زیران تو باش که می یک دفعه پیش خاله خب برو مدرس تنظی بچه خاله کل فساد به زیر سر میله خیر بینی ببخشیم برار جو خیر بینی تو برار من اونان درس حل دمیدم میگم لالت گل. بله بود خدا هم شرم هم خوب چیزیه. برا بسیار خیلیت برا کی میگی؟ شما یک کلمه خود کامون برای خورد خود نتونین هدایت کنه چی بکارین شما؟ چی میگی عباس خیریته؟ خیریتی هم برای خورد خود بشونیم سر جای بشونیم. برا ما به جا خوشیشته چه کار شده؟ حالا ایت گل. نیا بیام دو می گیلاکه. بنزین داده بی. از زیر به دست داده بود که ما یک فرش بوششته بودیم و بالا بوم انداختی که خوشه. که 15000 روپیه قیمت اینه. کشی به دست گیلاک 500 پول داده بود. 1000 گفته به تو میدم. برو از سر دیوار عباس نمو غلن تاین دو دست ما بده. خوی غلن واسه چیکار کنی؟ مطمئنی برا؟ اشته برار میگه اشته مطمئنی اما گیلاک سر گیلاک لولو گپ بیله بیله گیلاک گیلاک به سر سانه دیدو که خب گیلاک بدیدی برار مرم بدیدی؟ گفته تو کی گفته تو گفته کجی 500 بیری که گفته کجی اون داده خب من شاید میت گیلاک یک جای گیر کنم بگه عباس میگم بیا میخوام تو بگیرم برا رو دروغ میگه برا رو برده که ساده خدای نکنید کارا نکنی و خدا کار شرمیه من گیلاک به سر سانه دیدو که فرش نماز بند از دیوار بین بندازه کجی رو بدیدی شما هیچته ندیدم کجی رو خودی بود کجی خودی نبود رای کرده دو خودی به سر سانه نمیآید بفهم که گیلاک میت ساده یقل او رای میکنه جلو میکنه و خود به سر سانه میآید من چون برا بازم من کجی برا خوب ببینم از او پرسان کنم از خوب کنم باز ما خودی رو کار کنم تا نفهمادم تا چیزی نشه چیکاره بعد برو باز اگه کرده باشم بخشش باشه بره بس این قد خودت کنم اگه کرده باشم معذرت نمیدم خداحافظ شما سلام علیکم علیکم بابا اشتانی شکر خوبه بخیره بابا ها چشما شما روشن چه با چه باشه چشم من دوست داشتم کوکجی به خونه نه چه کجاه ماشو امال تا کوچه عباس جلوی من گرفته چی میگم سلام با خدا بابا میتونید تو بگفتم این زمین شق شکتر زمین تقرماده است از دیگه چه شما چرا چیکار کرده بابا چی میگی ها میفهمید چه کار کرده نه
گیلاک برفته پیش کرده خب برای گیلاک پول داده خب یعنی 1000 روپیه پول به تو میدم خب برو امی فرش بشوشته بودم مثل عباس اینا فرش بشوشته بودم از بالا بم آویزون بیده به پی خب که این خوشه خب. برو اون فرش رو تنگ بیار علی به تو پول میدم یعنی که برو اینا که بفروشم خب یعنی مثل که گیلاک بگرفته بودم میشته بودم چون دیگه عباس میگفت یعنی برای شما هم مثل که این کار خود گیلاک شریک بوده آنالی با خدا می عباس بابا دارم میگم که عرق بر بچرخ کرده یعنی کجیر ای کاره کرده کجیر ای کار کرده من اینا که بردم به خیاطی بردم شاگرد کردم گفتم این کار به درد نمیام یک بار میگم که بابا دیگه نمیرم گفته خیر نرو چشما شما روشن باشه یا نه که باشی کار بابا دیگه یعنی عباس مثلا دروغ میای برای من میگم یعنی عباس حتما نمیگه بگو که برو تو ای کاره کرده اما بابا تا کوچه جلوی من گرفته این من نمیفهم که این پولا رو از کجا آورده این چه کار میکنه بعد شما هم نه پیر جو خودی از این چه تربیه کردن شما مدام میرم که جلوی بگیرم به ما گپ میزنی من این هم واقعیتی ما کی جلو تو گیرم نه جلوی رو نگرفته تو میگم به فلان کار نکن میگم به تو ربطی نداره بچه منه اینه سگوله اگزام یوزم پیش این به عباس باور بکنیم عرق من پچرخ کرده خجالت مستم بمرم راکار دوزی به مردم یاد میده میره خود یک دفعه غلط و خونه ناماد از این دنگه رفتم نه مرگ باله تو به کجا جواله؟ خیلی من اصاب خراب نمانی با خونه بیایی یک دفعه میگم تو به یک دفعه تو من خونه بیای با تو کار دارم زودی باش زودی بیا تو تیار میکن یک دفعه رامسرا بیا زودی دیگه زودی خداحافظ نالی بیا امتیار میکن خراب نمیکردیم بابا که زودتر با خونه بیایی نالی بیا امتیار میکن این پولدار شده که 1000 روپیه به گیلاک میده